پخش زنده و برخط این مرافعه را در تالد قرغان همه قزاقستانی ها تماشا می کنند. در کرسی عیبداری 9 نفر نشسته است. بنا به فرضیه تفتیشات آنها در مغازه عائله شهرزاد زنازنی کردند. پدر و تقای شهرزاد را لطکوب کرده، سپس نوبت به خود او رسید. به گفته دادستانی نقش یکی از گمانبران در این جنایت بیشتر است. در کوچه‌ای که مغازه قرار دارد صدای 2 تیر شنیده شد. یک تیر به خانه روبروی آن رسید و دیگری به بینای دکانی محلی. شناوسیل از کرد استفاده کرد که با خود آورده بود. با آن در پیش چشم مادر و بیبی شهرزاد او را زد. او به عضوهای حیاتاً مهم زده است. نورس خواست گریزد، اما پس از 50 متر از هوش رفت. محض همین ضربه سبب مرگ او شد. نورس با جسم آغشته در خون در آغوش مادرش جان میداد، ولی حملگران با این اکتفا نکرده یکی شهرزاد را لطکوب میکرد و دیگری با دسته تپانچه به سر او چند ضربه زد. با شنیدن جزئیات کشتار بیرحمانه حال مادر و بیبی نورس در دادگاه بد شد. آنها را با ماشین یاری تعجیلی بردند، ولی در مرافعه نوبتی مادر شهرزاد حاضر شد و بیانات داد. من زوری کردم که پسرم را نرسید. وای بچه من است. در جواب افضل تهدید کرد که دهانت را پوش وگرنه تو را هم میکشم. من از دختران خواهش کردم پزشکان و پلیس را دعوت کنند، ولی آنها حتی از جای نجنبیدند. من دیدم که به شهرزاد 7-8 نفر حمله کردند. وای به عقب رفت و سپس افتید. وقتی خونروی را دیدم فهمیدم که او را با کرد زدند. با وجود آشکار بودن مرافعه دادگاهی، دادرس از شرکتداران آن خواست با خبرنگاران صحبت نکنند. وی گفت نشر مقاله در رسانه‌ها با صحبت نزدیکان نورسان میتواند چون فشار به دادگاه ارزیابی شود. وکیل دفاع خانواده شهرزاد این درخواست را ناجا میداند، چون کشتار در تالگر واکنش زیادی را به میان آورده است. همه شرکتداران این مرافعه از الماتا آمدند. من اینجا یگان نفر از تالد قرغان را نمیبینم. میگویند از تمامی وسایل فنی دادگاه عالی استفاده شده است، مثلا پخش مستقیم. شاید برای آنها انتقال دستگاه ها به جای دیگر مشکل است. نمیدونم پشت این قرار چی میایستد، ولی دادگاه باید آن را اساسنا کند. ما طلب داریم که پرونده در دادگاه ناحیه قرصای منطقه الماتا گذرانده شود. آنجا قضیه های پرسر و صدا هم بررسی شدند. وکیلان دفاع گمانبران هم به تغییر مکان برگزاری بحث دادگاهی پافشاری دارند. این درخواست را دادرس ارژان جان اوزاقوف رد کرده سخن را به عیبدار شونده ها داد. آنها با یک آواز میگویند در مرگ شهرزاد پولاد گناهکار نیستند. کشتار پرسر و صدا در تالگر اکتبر سال گذشته رخ داد. زنازنی گروهی جوانان را که با کشتار انجام یافت به دسته محلی خوتورسک ربط دادند.